این حلقه است، این اهرم که این تو جهت زده، این وای اون ایکسه، این منبع تغذیه پاور سپلای امپلیفایر. این چی بود اسمش؟ ریکوردر کاغذ 10 سانت 25 سانته که 25 سانت 10 ولته و اینو مواسقاته. این حلقه متقاعد کنند مدار اصلیه. این ای ضریب ثابته که حساب کردیم. اینجا ای منفی ان به دی اف به دی تی که اینجا مواسقاتشون نوشتیم. اینجا یه نکته مهم داشتیم، اینکه این پیک تو پیک میشه اپسیلون، بعد این آرم به دست میاد. آره این پیک تو پیک داشت که این در واقع پیک تو پیک میشه 2 ای، بعد تقسیم بر 2 بکنیم، بعد هر 25 سانت میشه 10 ولت. حالا شما هر چند تا در آوردی تقسیم بر این نسبت میگیری به دست میاد دیگه. و تمام تو سه تا جهتی که حلقه رو نشون دادیم میچرخونیم، بعد اندازه میگیریم و حساب میکنیم.